اگه امروز شروع میکردم ادیت رو این کارو نمیکردم. این فرامه. فرام روزای اول فکر میکرد برای حرفه‌ای شدن باید همه چی رو یاد بگیره. پریمیر، افتر افکت، فتوشاپ، کالر، موشن، همه رو با هم شروع کرد. نتیجه هیچ چی رو کامل بلد نبود. هر پروژه‌ای میدید میگفت اینم بلدم انجام بدم، ولی وقتی مینشست پای کار ساعت‌ها طول میکشید کارفرماها چی میگفتن. ادیت خوبه ولی کندی. فرام تازه فهمید اشتباه کجا بوده. مشکلش کمبود مهارت نبود، زیادی پراکنده یاد میگرفت. پس یه تصمیم گرفت، همه چی رو کنار گذاشت، فقط روی ریلز اینستاگرام آموزشی تمرکز کرد. یه سبک مشخص، یه نوع مشتری، یه مدل ادیت. 30 روز فقط همونو تمرین کرد. چی شد؟ سرعتش چند برابر شد، نمونه کارهاش یک دست شد و مهمتر اولین مشتری خودش پیام داد. فرام فهمید اوایل مسیر متخصص متوسط بودن خیلی بهتر از همه فن حریف ضعیف. یه اشتباه خیلی رایج هست که باعث میشه ادیتورها ماه‌ها پروژه نگیرن. تو کپشن نوشتم